بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما متعلمین عزیز. با جلسه دیگر از درس کیمیا در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز باز هم می‌خواهیم که در ادامه فصل 4 با عنوان تعادل‌های کیمیاوی در رابطه با خارج قسمت تعامل و اصل لیشاتلیه با هم صحبت کنیم. خب خارج قسمت تعامل چی هسته؟ خارج قسمت تعامل در واقع یک نوع کمیتی هسته که در لحاظ محاسباتی بسیار در کا شباهت داره. کا چی بود؟ کا درس جلسه پیش کا همون ثابت تعادل بود که ما گفتیم ثابت تعادل وقتی ما حساب میکردیم که یک تعامل رجعی در تعادل میرسید، سرعت تعامل رفت و برگشت با هم مساوی میشد و ما در این حالت او غلظت هایی که یک تعامل در هنگام تعادل داشت را در فرمول ثابت تعادل قرار میدادیم و کار حساب میکردیم. حالا میخوایم که در این جلسه در شما یک کمیت دیگه معرفی کنیم در نام خارج قسمت تعامل. خارج قسمت تعامل در واقع او را با کیو نشان میدیم و کیو در واقع برابر میشه با غلظت محصولات هر کدام در توان ضریب استوکیومتری خودشون. شما این تعامل میبینین A مول A گازی جمع B مول B گازی میدهد C مول C گازی جمع D مول D گازی. این یک در واقع تعامل هست که در تعادل رسیده. ما میتونیم برای تعامل تعادلی یک کمیتی به نام Q یا خارج قسمت تعامل معرفی کنیم. در کیو نوشته میکنیم که غلظت محصولات هر کدام در طاقت ضریب استوکیومتری خود. غلظت ماده C در طاقت ضریب استوکیومتری خودش ضرب داره غلظت ماده D در طاقت ضریب استوکیومتری خود تقسیم بشه در غلظت ماده A در طاقت ضریب استوکیومتری خود ضرب داره غلظت ماده B در طاقت ضریب استوکیومتری خود. اما خب شاید شما پرسان کنین خب این همون کایه دیگه، شما کار ما قبلا معرفی کردید، این همون کیه، پس با کی چه فرقی داره؟ راست میگوین کیو در لحاظ فرمول کاملا شبیه کی هستن، ولی ما در کی غلظت هایی که نوشته میکردیم غلظت های تعادلی بود. یعنی حساب میکردیم تعامل در تعادل میرسید، او زمان غلظت هایی را که داشت در رابطه کی قرار میدادیم. ولی کیو لازم نیست که شما حتما غلظت هایی که در این فرمول نوشته میکنین غلظت های تعادلی باشه، لازم نیست. یعنی شما میتونین غلظت هایی که همون اول تعامل دارید قبل از اینکه تعامل در تعادل رسیده باشه یا حتی غلظت های قبل از تعادل میتونین در فرمول کیو نوشته کنین و یک مقدار یا عددی را ما اینجا به دست میاریم که بعد تفسیر میکنین این عدد نمایانگر چی هسته یا چه کاربردی را داره. خب فقط نکته ای که هست چیه که اگه شما در فرمول کیو در همین فرمول کیو اگر بیاین به جای غلظت های C و D و A و B اگر شما غلظت های تعادلی را قرار بدین اون وقت کیو قد کی دیگه فرقی نمیکنه، هر دو یک چیز میشه. در عبارت دیگه کی یکی از حالت های کیوه، کی یک بخش کوچکی از کیو هسته. خب نکته بعدی هست که خارج قسمت تعامل و واحد از او مثل واحد ثابت تعادل حساب میشه. شما جلسه پیش با نحوه محاسبه در واقع واحد ثابت تعادل آشنا شدین. این یاد گرفتین که ما مول های محصولات میبینیم چند مول هستن، او رو منفی مول تعامل کننده ها میکنیم. فقط نکته بود که ما فقط میایم اون چیزهایی رو حساب میکنیم که یا گازی باشه یا محلول آبی باشه. یعنی ما از شمردن مولهای اون موادی که یا جامد هستن یا مایع خالص هستن خودداری میکنیم، یگان وقت اینا رو حساب نکنید. خب جهت تعامل میتونیم که با کمک کیو تعیین کنیم. با یک مثال شروع کنیم. ما میدونیم که تعامل کننده در یک تعامل تعادلی میدی محصولات میدی تعامل کننده ها. پس این رو میدونیم که کیو در واقع مساوی میشه در غلظت محصولات بر روی غلظت تعامل کننده ها. البته اونایی که گاز یا محلول آبی باشه همه رو نوشته نکنیم.
خارج قسمت تعامل معیاری هست که میتونیم در کمک از او جهت پیشرفت تعامل محاسبه کنیم. شما اگر که درس جلسه پیش خوب مطالعه کرده باشین، ما در شما گفتیم که کی در چه دردی میخوره، کی میزان پیشرفت تعامل نشان میده. میزان پیشرفت تعامل یعنی کی اگه زیاد باشه نشان میده خب تعامل خوب پیشرفت میکنه، یعنی که تعامل کننده های از ما خوب محصول میده. اگر کی کم باشه خب نشان میده که این تعامل خوب پیشرفت نمیکنه، یعنی که تعامل کننده های از ما خیلی محصول نمیده. ولی خب کیو با کی فرق میکنه. کیو در شما جهت پیشرفت نشان میده، یعنی این تعامل در جهت رفت پیشرفت میکنه یا در جهت برگشت پیشرفت میکنه. خب تجربه نشان میده که همه تعاملات کیمیایی بسیار این را دوست داره که در تعادل برسه. یعنی چی؟ یعنی که دوست داره که کیو با کی مساوی شود. تعامل ها خیلی دوست داره در او حالتی برسه که سرعت تعامل رفت با سرعت تعامل برگشت مساوی شود. و ما بر همین اساس میتونیم که برای کیو 5 حالت مختلف در نظر بگیریم. حالت اول حالتی هست که کیو از کی کوچکتر باشه. خب دوستان کیو چه زمانی از کی کمتر هستن؟ یک بار دیگه فرمول کیو رو با هم نوشته کنیم. میدونیم که کیو مساوی میشه در چی؟ در غلظت محصولات بروی غلظت چی؟ تعامل کننده ها. حتما این هم در خاطر دارین که لازم نیست حتما غلظت هایی که نوشته میکنیم تعادلی باشه. میتونه حتی در آغاز تعامل باشه، حتی میتونه که قبل از تعادل نوشته باشه. خب اگر که کیو از کی کمتر باشه، این معنایش این هست که یعنی این کسر از کی کوچکتره. خب این نشون میده که یعنی صورت کسر از مخرج کسر کمتر بوده. صورت کسر از مخرج کسر کمتر بوده. خب باز یعنی چی؟ یعنی غلظت محصولات از غلظت تعامل کننده ها کمتر بوده. خب وقتی غلظت محصول از غلظت تعامل کننده کمتر باشه، این نشان میده که تعامل خوب پیش نرفته. یعنی که ما محصول زیادی تولید نکردیم که غلظت از او در واقع از تعامل کننده ها کمتر شده. پس بنابراین این تعامل که دوست دارد از سمت تعادل حرکت کنه باید یک جوری در واقع جابجا شه و یک جوری پیشرفت بکنه که بتونه محصولات در تعامل کننده ها برسن. خب باز یعنی چی؟ یعنی لازم هست که غلظت محصولات زیاد شود. خب برای که غلظت محصول زیاد شود دوستان باید تعامل رفت بیشتر انجام شود یا تعامل برگشت بیشتر انجام شود. شما نگاه کنین، تعامل کننده میدهد چی؟ محصولات. خب پس اگه قرار باشه که ما بخوایم محصول بیشتر تولید شود، پس لازم هست که این تعامل در جهت رفت بیشتر پیشرفت کنه تا ای که برای ما در واقع محصولات زیادتر شود و کیو در کی نزدیکتر شود. پس صورت تعامل برگشت در این تعاملی که بوده از رفت بیشتر بوده، ولی تعامل برای که در تعادل برسه در جهت رفت و تولید محصول پیشرفت میکنه. دوستان نگاه کنیم، کیو وقتی از کی کمتر بوده، این یعنی که این تعامل در جهت برگشت سرعت بیشتری داشته بوده که غلظت محصولات از تعامل کننده ها کمتر بوده. ولی ما اگه بخوایم که در تعادل برسه، پس باید این تعامل در جهت رفت و تولید محصول پیشرفت کنه. پس کی نشان میده که همین تعامل، حالا هر چیزی که بوده، این در سمت راست در سمت محصولات پیشرفت میکنه. اگر کیو بیشتر از کی باشه، خب دوستان شما بگوین کیو چه زمان از کی بیشتر میشه؟ وقتی که غلظت تعامل کننده ها بیشتر باشه یا غلظت محصول زیادتر باشه. کدام شین؟ درست میگوین. وقتی که غلظت محصولات زیادتر از تعامل کننده ها باشه، خب مسلما کیو از کی بیشتر میشه. ولی خب ما اگه بخوایم که همین تعامل بخوایم در تعادل برسه، خب لازم هست که ما غلظت تعامل کننده ها رو هم زیاد کنیم که هر دو ده هم نزدیک شوه که تقریبا کیو با کی مساوی شوه.
پس این تعادل در صورتی برقرار میشه که تعامل برگشت در مقایسه با تعامل رفت در میزان بیشتری انجام شود. خب امیدوارم که اینا برای شما سخت نباشه. درسته اولش یه خورده گیج کننده هسته، ولی اگر شما همیشه تعاملش رو نوشته کنین، یک مقایسه بکنین، بسیار آسان است. کلا دوستان ما ایراد شما کلی بگویم. یک کسر وقتی کوچک میشه یا کوچکتر از یک میشه، مثلا که صورت کسر از مخرج کسر کمتر باشه و یک کسر زمان بزرگ میشه یا بیشتر از واحد میشه که صورت کسر از مخرج کسر بزرگتر باشه. پس اگر مثلا ما میگوییم کیو از کا زیادتر هسته، یعنی صورت کیو از صورت کی بزرگتر هسته. حالا صورت چی هسته؟ صورت محصوله. وقتی که محصول زیادتر هسته، ما میخوایم محصول کمتر کنیم. برای که محصول کمتر کنیم باید تعامل در جهت برگشت پیشرفت کنه که محصولا مصرف شود تعامل کننده بده و تعامل کننده غلظت بالا بره تا که کیو کمک در کی نزدیک شود و این تعامل در تعادل برسه. پس در کل برای این تعامل سرعت تعامل برگشت بیشتر بوده، ولی اگر بخواید در تعادل برسه باید در جهت برگشت و مصرف محصولات باید پیشرفت کنه. حالت سومی هست که کیو با کی مساوی باشه. اگر کیو با کی مساوی باشه که خیلی عالیه، خیلی راحته. اگر کیو با کی مساوی باشه که مخلوط در تعادله، یعنی که سرعت تعاملات رفت و برگشت با هم دیگه مساویه. از طرفی غلظت تعامل کننده ها و غلظت محصولات هم دیگه تغییر نمیکنه. هر چقدر که بوده دیگه همونقدر میمونه و انگار که این تعامل دیگه انجام نمیشه. مثل همون قضیه ظرف آبی که در داخل یک ظرف سربسته بود بخار میشد که گفتیم کم کم کار در جایی میرسه که ما فکر میکنیم این دیگه انجام نمیشه، در حالی که او در سطح مولکولی، در سطح میکروسکوپی دینامیک مدام در حال انجامه، ولی ما با چشم اینا رو نمیتونیم ببینیم و تصور میکنیم که این دیگه کلا متوقف شده، این دیگه کار نمیکنه. خب و اینکه دیگه تعادل جابجا نمیشه، یعنی که تعامل نه در سمت تعامل کننده ها پیشرفت میکنه نه در سمت محصولات. این تعامل کاملا اوکیه. خب شماره 4، اگر کیو مساوی در صفر باشه، خب این نشان میده که غلظت محصولات صفر بوده دیگه، نه؟ یک کسر چه زمان صفر میشه؟ یک کسر زمان صفر میشه که صورت کسر صفر باشه. حالا صورت کسر چی هسته؟ هست غلظت محصولات. خب زمانی که غلظت محصول صفر باشه خب کیو هم صفر میشه. خب چه زمان غلظت محصول صفر هسته؟ وقتی که تعامل در آغاز راهه، هنوز هیچ گونه محصول تولید نشده که ما بخوایم به جای در واقع مقدارش در کیو مقدار قرار بدیم. دیگه چی؟ و دیگه ای که چون محصول تولید نشده خب مسلما تعامل برگشتی انجام نمیشه که بخواد سرعتی هم داشته باشه. پس در واقع تعامل برگشت انجام نمیشه و سرعت تعامل برگشت هم صفر است. و این تعامل در چه صورت؟ در تعادل میرسه. در صورتی که تعامل رفت پیشرفت کنه، برای ما محصول تولید کنه و این محصولات باز بتونه در جهت برگشت پیشرفت کنه و کمک سرعت رفت و برگشت در هم نزدیک بشه تا اینکه تعادل در این تعامل برقرار شود. قسمت آخری که کیو خیلی زیاد باشه یا کیو بی نهایت باشه، ما این نماده که شبیه یک هشت افقیه، ما رو میخوانیم بی نهایت خیلی زیاد. اگر کیو خیلی زیاد باشه نشان میده که خب او کسر مخرج از اون صفر بوده. دوباره فرمول کیو میشه غلظت محصولات در غلظت چی؟ تعامل کننده ها. اگر که یگان وقت یک جایی اگر که یک کسر مخرج از اون صفر باشه، جواب از اون کسر میشه بی نهایت خیلی زیاد میشه. خب دوستان چه زمان یک در واقع تو یک تعاملی مقدار یا غلظت تعامل کننده ها صفر میشه؟ وقتی که اون تعامل به طور کامل انجام میشه، تعامل کننده ها همه با هم تعامل میده، محصول تولید میکنه و دیگه هیچ تعامل کننده در ظرف دیگه نمیمانه که بخواد غلظت داشته باشه.
پس در واقع در این حالت در ظرف تعامل فقط ما محصول داریم، دیگه تعامل کننده نداریم، همه مصرف شده. و این تعامل در صورتی در تعادل برمیگرده که این محصولات باز دوباره با خود تعامل بیده، در سمت برگشت برگرده، یک مقدار تعامل کننده را در داخل ظرف ایجاد کنه. پس اگر که کیو بی نهایت باشه تقریبا میتونیم بگوییم که این تعامل کامل هسته، یا حتی میتونیم بگیم یک طرفه. خب مقایسه کی و کیو، همونطور که در شما گفتم کی نشان دهنده میزان پیشرفت تعامله. کی اگه زیاد باشه، اگر بالا باشه، نشان میده که خب این تعامل کننده ها خوب محصول میده. ولی ایرم در شما گفتم که پیشرفت تعامل هیچ ربطی در سرعت تعامل نداره. شاید تعاملی پیشرفت خوبی داشته باشه ولی خیلی بطیء و کند و آهسته انجام شود. ممکنه مثلا محصول خوبی میده ولی 2 سال طول میکشه تا این محصولات تولید شود، ولی آخر محصول خوبی میده. خب کیو چیه؟ کیو در واقع نشان دهنده جهت پیشرفت تعامله. ما میگیم این تعامل اگر بخواد که در تعادل برسه، در سمت چپ پیشرفت میکنه یا در سمت راست پیشرفت میکنه. پس کیو جهت پیشرفت تعامل نشان میده، ولی کی میزان پیشرفت تعامل نشان میده. شما دیگه نگاه کنید، اگر که کیو کمتر از کی باشه، اگر کیو کمتر از کی باشه، این نشان میده که غلظت محصول کمتر از غلظت تعامل کننده ها، این محصول ایور کمه. پس برای که تعامل در واقع در تعادل برسه، باید ما در این سمت، در سمت محصول حرکت کنیم، محصول تولید کنیم. پس تعامل هم در همین سمت، در سمت راست حرکت میکنه تا زمانی که کیو و کی با هم مساوی شود. خب یگان وقت دیگه کیو از کی زیادتره، کیو از کی زیادتره. اگر کیو از کی زیادتر باشه یعنی که غلظت محصولات از تعامل کننده ها زیادتر بوده. یه سمت در واقع حالا دم میشه راست، سمت راست زیادتر بوده و این تعامل به خاطر که در تعادل برسه لازمه که غلظت تعامل کننده هایش زیاد شود. و برای اینکه تعامل کننده ها زیادتر شود باید تعامل در جهت برگشت بیشتر پیشرفت کنه تا زمانی که غلظت تعامل کننده ها و محصولات به هم دیگه برسه، یا اینکه کیو و کی با هم دیگه مساوی شود. اصل لشاتلیه چیه؟ اصل لشاتلیه این رو میگه که اگر که یک سیستمی در تعادل باشه، یک عامل بیه این تعادل از بین ببره، یک عامل مزاحم این تعادل از بین ببره، این سیستم دوباره یک جوری خود تنظیم میکنه، یک جوری با این در واقع تغییر مخالفت میکنه به طوری که بتونه او عامل مزاحم از بین ببره و دوباره سیستم در تعادل برسنه. پس اصل لشاتلیه چی میگه؟ میگه اگر یک عامل موجب برهم زدن حالت تعادلی یک سیستم شود. شما فرض کنید که یک سیستم دارین، یک تعامل دارین که در تعادل رسیده. حالا ما میایم یک کاری انجام میدیم که این تعامل دیگه از تعادل خارج میشه، تعادلش از بین میره. بعد میگه این سیستم در جهت جابجا میشه، یعنی یا در جهت رفت یا برگشت یک جور جابجا میشه که با عامل مزاحم مقابله کنه. یعنی میخواد که اثر عامل مزاحم یا از بین ببره یا تا حد امکان اثر از اون کم کنه تا اینکه دوباره سیستم به یک تعادل جدید برسه. این میشه اصل لشاتلیه. خب نکته که هست که بعضی وقتها تغییری که در سیستم ایجاد میشه، حالا با تغییر جهت سیستم او تغییر شاید کلا از بین بره و سیستم دوباره در تعادل برسه. ولی خب بعضی وقتها او تغییر به طور کلی از بین نموره، ولی سیستم تمام توان خود در کار میگیره تا جایی که میتونه اثر او تغییر کم کنه، اثرش خنثی کنه، در کمترین حد ممکن برسنه. خب چند عامل هست که بر روی تعادل اثر گذاره. یعنی این اتفاق اگر بیفته باعث میشه که تعادل سیستم از بین بره. یکش تغییر دمایه. اگر ما بیایم اون ظرفی که توش تعامل انجام میشه اون ظرف گرم کنیم یا سرد کنیم، تعادل سیستم به هم میخوره. یکی تغییر غلظته. اگر ما بیاییم که در همون مخلوطی که در تعادل هسته مقدار تعامل کننده ها را زیادتر کنیم یا مقدار محصول کم کنیم، از بالایش برداشت کنیم، او تعادل به هم میخوره.
عامل بعدی تغییر فشاره. اگر ما فشار سیستم کم و زیاد کنیم بازم تعادل به هم میخوره. پس این 3 عامل میتونه که در واقع تعادل یک سیستم را موقتا از بین ببره. سیستم با این تغییر مخالفت میکنه، با اون میجنگه تا جایی که دوباره بتونه به یک تعادل جدید برسه. خب نقش کتالست در تعادل چیه؟ دوستان کتالست ها در تعادل های کیمیایی مفید هسته که بد نیستن. کتالست چیکار میکنه؟ کتالست در واقع اختلالی در تعادل ایجاد نمیکنه. کتالست فقط یک کاری میکنه که انرژی فعالسازی کم بشه و این تعامل زودتر شروع شوه و زودتر در تعادل برسه. کتالست انرژی فعالسازی چی برای تعامل رفته و چی برای تعامل برگشته در یک اندازه کم میکنه. پس نگاه کنید، کتالست یک طرفه کار نمیکنه که شما فرض کنید که سرعت تعامل رفت زیاد شوه ولی برگشت زیاد نکنه. نه، اگر کتالست سرعت تعامل رفت اگه 2 برابر میکنه، خب برگشت هم 2 برابر میکنه و در واقع هر دو را در یک نسبت بیشتر میکنه و باز هم حالت تعادل برقراره، تعادل به هم نمیخوره. شما نگاه کنین، در یک تعامل تعادلی مثلا A میدهد B هم میدهد A، اینجا کتالست نیست. خب این بدون کتالسته، تعادل اولیه هسته. اگر شما سرعت اولیه را x بگیرید، سرعت برگشت هم x بگیرین، اگر کتالست حضور داشته باشه ممکن هست که مثلا سرعت رفت بشه 2x، اینه بشه 2 برابر، سرعت برگشتم اوی هم بشه 2x. فکر نکنه که مثلا سرعت تعامل رفت زیاد میکنه برگشت اصلا زیاد نمیکنه، نه، هر دو رو زیاد میکنه. خب پس کتالست چیکار میکنه؟ زمان رسیدن در تعادل کوتاه‌تر میکنه. خب شما فرض کنید یک تعاملی اگه توش کتالست نباشه بعد 1 ساعت در تعادل میرسه، اما اگر شما از کتالست استفاده کنین شاید در نیم ساعت در 20 دقیقه در تعادل برسه. ولی کلا بر روی غلظت تعامل کننده ها اثری نداره و در واقع انرژی فعالسازی تعامل رفت و برگشت و سرعت تعامل رفت و برگشت در یک اندازه زیاد و کم میکنه. خب چند سوال با هم دیگه حل کنیم. گفته اگر در فرمول کیوب هم خارج قسمت تعامل، گفته اگر از غلظت‌های تعادلی استفاده بشه، گفته کیو کمتر از کی میشه، کیو مساوی کی میشه، کیو بیشتر از کی میشه یا هیچ کدام میشه. دوستان ما اینو گفتیم که اگر در فرمول کیو به جای غلظت‌ها از غلظت‌های تعادلی استفاده کنیم، کیو و کی هر دو یک چیز میشه. پس کدام گزینه درسته؟ درسته، گزینه 2 میشه. سوال بعدی، اگر کیو کمتر از کی باشه این نشون میده که غلظت تعامل کننده ها از محصولات زیادتر بوده و چون که غلظت تعامل کننده ها زیاد هسته ما میخوایم این کمتر بشه. برای که کمتر بشه لازمه که تعامل در سمت محصولات پیشرفت کنه تا اینکه تعامل کننده ها رو کم کنیم. پس گزینه 1 گفته که تعامل به سمت محصولات پیشرفت میکنه. گزینه 2 گفته تعامل به سمت تعامل کننده ها پیشرفت میکنه. گزینه 3 تعامل در تعادل. گزینه 4 هم هیچ کدام میشه. پس کدام گزینه میشه؟ گزینه 1 میشه. باید در سمت محصولات پیشرفت کنیم. سوال بعد گفته که در چه صورت تعامل کامل انجام میشه؟ کامل انجام میشه. دوستان تعامل وقتی کامل انجام میشه که دیگه در ظرف تعامل بر ما تعامل کننده نمونه. تعامل کننده نمونه یعنی که چیه؟ یعنی باید غلظت تعامل کننده ها صفر شوه. یعنی چی صفر شوه؟ یعنی مخرج صفر شوه. خب اگر یک کسر مخرجش صفر شوه و وقت جواب کسر چی میشه؟ خیلی بزرگ میشه. میشه چی؟ میشه بی نهایت. خب سوال بعد، در چه صورت تعامل در آغاز راهه؟ گزینه 1 گفته کیو مساوی بی نهایت باشه. گزینه 2 گفته چی؟ کیو کوچکتر از کی باشه. گزینه 3 کیو مساوی 0 باشه. گزینه 4 کیو بیشتر از کی باشه. دوستان تعامل وقتی در آغاز راهه که هنوز هیچ محصول تولید نشده باشه. اگر هیچ محصول تولید نشده باشه
یعنی غلظت چی صفر هسته؟ محصولات یا تعامل کننده ها. یعنی محصولات صفره. خب اگر یک کسر صورت از صفر باشه جواب کسر چند میشه؟ میشه صفر. پس میشه گزینه 3. سوال بعد گفته کدام کمیت پیشرفت تعامل نشان میده؟ این نشان میده که تعامل بالاخره پیشرفتی داره نداره. گزینه 1 کیو، گزینه 2 غلظت، گزینه 3 فشار، گزینه 4 کی میشه. ما گفتیم که چی پیشرفت تعامل نشان میده؟ کی. و گفتیم که کدام کمیت جهت پیشرفت تعامل نشان میده؟ کیو. پس باید گزینه 4 باشه. سوال بعد گفته کدام کمیت جهت پیشرفت تعامل نشان میده؟ جهت پیشرفت تعامل گفتیم با چی نشان میدیم؟ با کیو. حالا گزینه ها چی هستن؟ گزینه 1 گفته کیو، گزینه 2 تغییر غلظت ها، گزینه 3 اصل لیشاتلیه، گزینه 4 کی. پس کدام گزینه میشه؟ گزینه 1 میشه. خیلی ممنون که با دقت توجه بدین. امیدوار هستم که از جلسه امروز استفاده کافی را برده باشین. شما را در خدا می سپاریم. پیروز و سربلند باشین.